همین انسان اگر کاری خودش از تحت دل دوست بداره کو در کاری کردگی خودش کو راحت میکنه. کی همین را حس کرده؟ اینا باور نکنید، نگاه کنید. اینا نگاه کنید. چندم بار گرفتیس؟ یکم بار برادرم. یکم بار یا؟ در یکم بار گیخه باوری سر بسیار آرام میشی، بسیار آسوده میشی، بدن راحت میکنه. پروفیلاکتی چیزکی بدن راحت میکنه. آورد میشه برادرم. اینا برادرای ما استراحت کردن بعد از باشگاه حجامه اینا. یک راحت کردم. ای تنی من خودم راحت کردم که خون به درجه عالی بمونه. اینا این شبو میگیریم. فایده های حجامه پیش از همه برای میان درد، سر درد، پا درد، دولینی را نرم میکنه. کاهلی وزنینی عموما تمام بدن شما را سبک میکنه و پیش از همه بیشتر انسان ها برای احیای سنت بودنش حجامه میکنند. برای معلومات بیشتر میتونید در زیر کامنت حجامه نویسین. سوراخ و رقم های ما برای شما به طرز اتوماتیکی میرود. تن توضیحات خانه‌تان آباد باشه. السلام علیکم.